کریپرم چطورین بچه‌ها؟ خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. بریم با هم یه دیزاینی خوشگل برای کف خونتون بدون یاد بدم. وسایل مورد نیاز همونطور که دیدین اینچنتینگ تیبل و شیشه رنگی مورد علاقتونه. اول از همه کف خونتون رو 2 بلاک میکنین، میرید پایین و ردیف اول رو اینچنتینگ تیبل میذارین. برای ردیفی دوم همونطور که بدون گفتم یه شیشه رنگی با رنگ دلخواه انتخاب میکنید و ردیف دوم رو شیشه رنگی میذارین. حالا میتونیم با سلیقه خودتون خونتون رو تزیین کنید. خب رفقا، اینم از یه دیزاین زیبای کف خونه که متحرکه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. ساب و لاکیتون نره. اگه هم دوست داشتین برام یه دونه کامنت همین زیر بذارید. تو روت نکبت.